یکی از شناخته شده ترین ایده های زیگموند فروید، پدر علم روانکاوی، نظریه‌ای بود که در مورد شخصیت ارائه میداد. فروید معتقد بود شخصیت انسان پیچیده است و بیش از یک مؤلفه داره. فروید میگفت شخصیت انسان در اصل از تعامل 3 ساختار تشکیل میشه که عبارتند از اید، ایگو و سوپر ایگو. معادل‌های فارسی که برای این 3 کلمه در نظر گرفته شده به ترتیب عبارتند از نهاد، خود و فراخود. این 3 بخش در قسمت‌های مختلف زندگی بروز و ظهور پیدا می‌کنند و نقش‌های منحصر به فردی در شخصیت و رفتار ما دارند. هر تصمیمی که می‌گیریم، هر حرفی که می‌زنیم و هر رفتاری که از خودمون بروز میدیم در اصل حاصل تعامل این 3 ساختار در شخصیت ماست. حالا بریم توضیح بدیم که هر کدوم از این 3 بخش چگونه عمل میکنن و چه ویژگی‌هایی دارند. از اید شروع کنیم. از نظر فروید، اید یا نهاد منبع تمام انرژی روانی ماست و در اصل جزء اصلی شخصیت ماست. جایگاه اید به طور 100% در قسمت ناهوشیار ماست. این به این معنیه که اید طوری شخصیت ما رو تحت تاثیر قرار میده که اصلا اگر بخوایم هم نمیتونیم متوجه بشیم. اید تنها بخش از بخش‌های سه‌گانه شخصیت ماست که از بدو تولد همراه ماست و منشأ نیازهای غریزی و بدوی ماست. ما با تأمین نیازهای اید سعی می‌کنیم تا تنش رو در خودمون کاهش بدیم. به عبارت دیگه وقتی که نیازهای اید برطرف نمیشه، تنش در ما شکل میگیره. از ویژگی‌های مهم اید اینه که به ارضای بیچون و چرا و فوری لذت‌ها و خواسته‌های خودش فکر میکنه و در این راه هیچ اما اگر و مصلحتی رو به رسمیت نمیشناسه. اید بر اساس اصل لذت عمل میکنه و براش مهم نیست که خوب و بد رو از هم تشخیص بده. تنها چیزی که براش مهمه به دست آوردن فوری لذت، فرار از رنج و کاهش تنشه. مثلا نوزادی که در طول شب داره برای بار 3 مادرش رو از خواب بیدار میکنه، براش مهم نیست که این کار او باعث ناراحتی مادرش میشه. فقط به این فکر میکنه که الان به شیر نیاز داره و هیچ مصلحت دیگه‌ای رو نمیتونه در نظر بگیره. حتی وقتی که پستان مادر در دهانش نیست به مکیدن خودش ادامه میده، چرا که این قدرت تحلیل رو نداره که الان اصلا پستان مادر وجود نداره. فقط به فکر ارضای نیاز خودشه. نهاد یا اید به اخلاقی و منطقی بودن خواسته‌های خودش کاملا بی‌توجهه. ساده و بدویه، بی‌نظم و منطقه، تغییر ناپذیره و غیر اخلاقیه. همچنین دست نیافتنی برای قسمت هوشیار ماست، اما پر از انرژی روانیه که اون رو از امیال و غریزه های ما میگیره. بنابراین به طور خلاصه اید رو میشه خاستگاه امیال، نیازها، خواسته‌ها و لذت‌ها دونست. اما اگر شخصیت ما فقط وابسته به اید بود، ما تبدیل می‌شدیم با آدم‌هایی که هیچ منطقی حالیمون نمیشه و فقط به دنبال ارضای خودخواهانه و لحظه‌ای نیازهای خودمون بودیم. اما اگر بخوایم رفتاری داشته باشیم که هم عاقلانه باشه و هم از نظر اجتماعی قابل قبول باشه، نیاز داریم که ابعاد دیگه‌ای هم شخصیتمون داشته باشه. و در اینجا 2 بعد دیگه شخصیت یعنی ایگو و سوپر ایگو به کار ما میان. قبل از دیدن ادامه ویدیو ازتون دعوت میکنم که با لایک کردن و سابسکرایب کردن در کانال ما از تولید محتوای مفید برای فارسی زبانان سراسر جهان حمایت کنید. از سوپر ایگو شروع کنیم. سوپر ایگو قسمتی از شخصیت ماست که توش آرمان‌ها و معیارهای اخلاقی درونی شده شکل گرفتن و جا گرفتن. از این رو میشه سوپر ایگو یا فراخود رو یه جورایی نقطه مقابل اید یا نهاد دونست. سوپر ایگو کارکردی شبیه به وجدان داره که ما رو دعوت میکنه به پایبندی به اصول و آرمان‌های اخلاقی. سوپر ایگو این بایدها و نبایدها رو از خانواده و جامعه میگیره و در حدود 5 سالگی تازه شروع به ساخته شدن میکنه. سوپر ایگو همچنین به ما معیارهایی میده تا به کمک اون بتونیم دنیای اطراف خودمون رو قضاوت کنیم و خوب و بد رو از هم بهتر تشخیص بدیم. سوپر ایگو ما رو تحت فشار قرار میده که نه تنها هیچ وقت کار بد نکنیم، بلکه حتی به کار بد فکر هم نکنیم. در اصل به خاطر وجود همین سوپر ایگوئه که ما بعد از انجام یک کار اشتباه احساس ناراحتی یا همون عذاب وجدان بهمون دست میده. به طور دقیق‌تر سوپر ایگو رو میشه به 2 قسمت کوچکتر تقسیم کرد.
قسمت اول وجدانه که شامل اطلاعاتیه که توسط والدین و جامعه برای ما تعریف شدن، یعنی به ما گفته شدن که باید از اون رفتارها خودداری بکنیم. و قسمت دوم سوپر-ایگو آرمانه که شامل قوانین و معیارهاییه که در آرزوشون هستیم تا بتونیم به یک خود آرمانی برسیم. سوپر-ایگو سعی میکنه که رفتار ما رو کامل و متمدن بکنه. همینطور سعی میکنه که تمایلات غیر قابل قبول اید رو سرکوب بکنه و تلاش میکنه تا بر اساس معیارهای ایدئالیستی و نه بر اساس اصول واقع بینانه عمل بکنه. در صورتی که ایگو به خواسته های مهم سوپر-ایگو تن نده، احساس حقارت به وجود میاد. کسایی که از سلطه سوپر-ایگو رنج میبرند دائما احساس حقارت و خودخوری دارند. شباهت سوپر-ایگو با اید اینه که اون هم به عملی نبودن و غیر ممکن بودن نیازهاش کاری نداره و فقط ما رو دعوت به رفتار آرمانی میکنه. اگر ایگو رو بتونیم به قسمت کودک خودمون تشبیه بکنیم، سوپر-ایگو رو میشه به قسمت والدمون تشبیه کرد. در حالی که سوپر-ایگو ما رو به سمت یک شخصیت آرمانی پیش میبره، اید در نقطه مقابل اون قرار داره و میتونه ما رو به سمت غرایز حیوانی جلو ببره. پس نیاز به بخش سومی هست که بتونه تعادل رو بین این دو انرژی ویرانگر ایجاد بکنه. اما سومین بخش شخصیت ما که به ما کمک میکنه به نوعی تعادل بین دو قسمت کودک و والد خودمون، یا بین نهاد و فراخودمون، یا بین اید و سوپر-ایگوی خودمون برسیم، بخش سوم شخصیته که اسمش هست ایگو یا خود. ایگو در اصل واقع‌گرایانه ترین قسمت شخصیت ماست که نه به اندازه اید خودخواه و لذت‌جوه و نه به اندازه سوپر-ایگو آرمانخواه و ایدالگراست. ایگو بین سه بخش شخصیت تنها منبع ارتباط ما با دنیای بیرونه و دائما داره تلاش میکنه که اصل واقعیت رو جایگزین اصل لذت در اید بکنه. ایگو بر اساس اصل واقعیت عمل میکنه. این ایگوه که قادر هزینه ها و فواید انجام دادن یا کنار گذاشتن یک عمل رو به خوبی بسنجه. مثلا ایگو میتونه فشارهایی که نهاد برای لذت‌جویی خودش بهش وارد میکنه رو از طریق به تأخیر انداختن کنترل بکنه. ایگو همینطور میتونه با متوسل شدن به ناخودآگاه به ما کمک بکنه که در موقعیت‌های سخت واقعیت رو برای خودمون دستکاری بکنیم تا از روان خودمون محافظت بکنیم. در اصل تناقضی که بین خواسته های اید و سوپر-ایگو وجود داره ما رو دچار تنش میکنه و ما برای فرار از این تنش از مکانیزم های دفاعی خودمون استفاده میکنیم. برای درک بهتر ارتباط بین ایگو و اید، خود فروید یک مثال عالی میزنه. فروید میگه اگر نهاد اسبی باشه که ما برای اون سواریم و منبع انرژی روانی ماست، ایگو یا خود سوارکاریه که این اسب رو میتونه هدایت بکنه و بهش جهت بده. پس انرژی حرکت رو در اصل اون اسب داره فراهم میکنه و ایگو از خودش نیرویی نداره، اما این سوارکار یا همون ایگوست که مانع از این میشه که اسب به هر جهتی که خودش میخواد بره و اون رو در جهت درست و به سمت درست هدایت میکنه. تصور کنید که در یک جلسه کاری هستیم و ناگهان به شدت احساس گرسنگی میکنیم. در این حالت اید ما رو وادار میکنه که بلافاصله جلسه رو ترک بکنیم و به دنبال رفع گرسنگی خودمون باشیم. اما ایگو از ما میخواد که در برآورده شدن این لذت کمی صبر بکنیم و اون رو به تأخیر بندازیم و مثلا با تصور این که بعد از جلسه یه غذای خوشمزه خواهیم خورد به ما کمک میکنه که جلسه تموم بشه و بعد برای رفع گرسنگی خودمون اقدام بکنیم. زمان صحبت در مورد اید، ایگو و سوپر-ایگو باید توجه داشته باشیم که اینها سه تا عنصر مجزا از هم نیستند، بلکه مرزهای بسیار باریکی با هم دارن و با تعامل لحظه‌ای با هم دیگه منشأ رفتارها و عملکردهای ما میشن. در اصل به عقیده فروید کلید یک شخصیت سالم تعادل بین اید، ایگو و سوپر-ایگو هست. فرد رو تصور کنید که در کودکی یک بار به شدت یک گربه اونو ترسونده و حالا در بزرگسالی از او دعوت میشه که به انجمن حمایت از گربه ها کمک مالی بکنه. در اینجا سوپر-ایگو او رو تشویق به این کار میکنه چون اخلاقیه، اما اید او رو از این کار باز میداره چرا که در ناخودآگاه خودش خاطره ناخوشایندی از گربه ها رو داره. حالا در نهایت این ایگوه که با برقراری تعادل
بین این دو ساختار تصمیم میگیره که این فرد به این انجمن حمایت از گربه ها کمک بکنه یا نکنه. اگر ایگو بتونه به اندازه کافی بین خواسته های اید و آرمان‌خواهی های سوپر ایگو تعادل ایجاد بکنه، شخصیت سالم ایجاد میشه. فروید همچنین معتقد بود که عدم تعادل بین این سه ساختار در یک شخص باعث پیدایش شخصیت ناسازگار میشه. مثلا اگر فقط نهاد قسمت مسلط شخصیت ما باشه، ممکنه تبدیل بشیم به فردی تکانشی، غیر قابل کنترل و حتی جنایتکار. چنین فردی هیچ وقت در تصمیم‌های خودش مصلحت جویی نمی‌کنه، بلکه فقط به دنبال ارضای لحظه‌ای نیازها و امیال خودشه. عواملی مثل آموزش و فرهنگ به ما کمک می‌کنه که از تسلط بیچون و چرای اید رها بشیم و سوپر ایگو در ما ساخته و پرداخته بشه. در مقابل کسی که یک سوپر ایگوی بیش از حد مسلط داره، تبدیل میشه به فردی که بیش از حد اخلاق‌گرا و قضاوت کننده است. چنین فردی نمیتونه کسی که اخلاقها رو به صورت مطلوب رعایت نمیکنه بپذیره و عموما ما رو به دام قضاوت میندازه و عملکردهای ما رو غیر واقع بینانه و آرمان خواهانه میکنه. از نظر فروید، تعادل و تعامل بین سه ساختار شخصیت، یعنی اید، ایگو و سوپر ایگو، برای رسیدن به یک شخصیت سالم ضروریه.